آقا تو رو خدا کنار جاده بساط نکنید، کاسبی نکنید. یعنی ما یک مسیر 20 کیلومتری رو میخوایم بریم 1 ساعت طول میکشه. تازه کلی باعث تصادف هم میشه. یعنی یک نفر نیست که جلو همینا رو بگیره، یا یه جایی، نمیگم کاسبی نکنید، آقا یه جایی بهشون اختصاص بدن مخصوص مثلا همین میوه فروشی ها، اونجا وایسین، جایی که پارکینگ داره وایسن، لااقل باعث تصادف نشن، مزاحمت ایجاد نکنن برای راننده ها. ماها که راننده سنگین هستیم، بارمون باید روی تایم به مقصد برسه.